درود دوستان، خیلی از افرادی که بهمون لطف دارن داخل پستامون کامنت میذارن، من اومدم واسه پیامایی که زیر کامنت میذارن که رو تصویر براتون آوردم که مثلا نمیدونم میری اسپکت کسی، اینها مال کسی دیگه، یه ادیت فقط تو میزنی و اینها. نه قربونت برم، دیوایس من دیوایس ضعیفیه، اصلا توان ریکورد گرفتن نداره. خاطر همین وقتی ریکورد میگیرم لگ پیدا میکنم، درست نمیتونم گیم پلی بگیرم. اینو گفتم که حالا واسه یه بنده خدایی که نوشته کجا بر ریکورد بگیری، نگاه کن، میری روی تنظیماتت، خب میری تو صفحه تنظیمات، اینجایی که با فلش زدم تو هم حالت قدیمیش میاری اون پایین، اونجایی که زیرش خط کشیدم و بذاری رو گزینه آن، خودکار همه بازی ها رو میگیره و واسه دیدنش بعد بزنی رو پروفایلت، بری توی هیستوریا، هر کدوم از مچ هایی که خواستی رو که ببینی روش کلیک کنی، اون پایین یه گزینه داره به نام ریپلای، رو اون بزنی و بازی تو تماشا کنی.